وزیر امور خارجه آلمان از سرپرست وزارت امور خارجه ایران درخواست کرد که دو تبعه آلمانی زندانی با خانواده‌های خود دیدار کنند. وزارت امور خارجه هم پس از هماهنگی با مراجع زیرربط با ملاقات این دو متهم به جاسوسی در شهر تبریز موافقت کرد. تلاش گسترده‌ای رو جناب آقای صالحی داشتن برای ایجاد هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های زیرربط و مقامات محترم قوه قضاییه که خوشبختانه با عکس‌العمل مثبت مقامات قضایی و برخورد انسان دوستانه اونها مواجه شد و امکان ملاقات خانواده‌های این دو نفر با اونها در تبریز فراهم شده. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات آلمانی مدعی شده بودند که امکان این دیدار فراهم نشده و به همین علت سفیر ایران در برلین احضار شده است. سفیر ایران در آلمان با تکذیب این ادعا گفت حضور او در وزارت خارجه آلمان بر اساس برنامه کاری از پیش تنظیم شده بوده است. مهمانپرست همچنین علت موافقت با این دیدار در شهر تبریز به جای تهران را نیز توضیح می‌دهد. به خاطر مشکلی که از جنبه حقوقی وجود داشت و اینکه جرم در تبریز صورت گرفته بود و امکان انتقال اونها به تهران فراهم نشد، مقرر شد تا این خانواده‌ها به تبریز برن و در اونجا بتونن با این دو تبعه آلمانی دیدار داشته باشند. این دو تبعه آلمانی مجوز خبرنگاری نداشتند. آنها تحت پوشش خبرنگار اخبار و اطلاعات را به ویژه درباره خانم سکینه آشتیانی، فرد محکوم به قصاص، جمع‌آوری کرده بودند. این دو تبعه آلمان با پذیرش اتهامات خود مدعی شدند که مورد سوء استفاده مخالفان ایران در خارج قرار گرفتند.